به ریویویت خوش اومدید. تو این قسمت با 5 تا فیلم خوب آشنا میشیم. فقط قبلش لایک و سابسکرایب و قلب تو کامنت ها رو فراموش نکنید. بدون معطلی بریم برای معرفی فیلم ها. فیلم شماره 5 ویواریوم محصول سال 2019. تو سکانس اول جما و تام رو میبینیم که به عنوان یه زوج برای پیدا کردن خونه وارد یه بنگاه ملکی میشن و با مشاور مرموز اونجا میرن برای دیدن خونه پیشنهادی. این خونه توی شهرک خلوت و ساکت قرار گرفته که به گفته مشاور املاک هنوز همه خونه ها فروش نرفته و کم کم قرار این شهرک رونق بگیره. به نظر همه چی خوب و ایدئال میاد تا اینکه مرد مشاور املاک بدون هیچ حرفی اونا رو ترک میکنه. خب اونا هم متعجب از این موضوع تصمیم میگیرن با ماشینشون از شهرک عجیب و غریب و ساکت خارج بشن. اما داستان اصلی اینجا قرار شروع بشه. به نظر هیچ راهی واسه بیرون رفتن از اون منطقه نیست. اونا کل روز رو رانندگی کردن اما دوباره به همون خونه، یعنی خونه شماره 9 میرسن تا اینکه تصمیم میگیرن شب رو تو همون خونه بمونن، روز بعد دوباره تلاش کنن. جما و تام همچنان سعی دارن از اون شهرک خارج بشن. واسه همین تام بالای پشت بوم خونه میره و با صحنه عجیبی روبرو میشه. تا چشم کار میکنه خونه های شبیه به هم تو اون منطقه کنار هم قرار گرفتن. اون تصمیم میگیره آخرین راه حل رو هم انتخاب کنه و خونه رو آتیش بزنه تا شاید کسی متوجه دود بشه و اونا رو نجات بده. ولی قضیه با این کارشون عجیب و غریب تر میشه. خونه دوباره سر جای خودش برمیگرده و یه نوزاد جلوی در خونه ظاهر شده با یه نامه مرموز. تو نامه نوشته این بچه رو بزرگ کنید تا آزاد بشید. فیلم 137 دقیقه ویواریوم سال 2019 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی، معمایی و ترسناک منتشر شد و تا حالا با 69,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 59 از 10 رو ثبت کنه. در سنی آر برای این فیلم ثبت شده و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. من که خیلی از این فیلم خوشم اومد. اگه شما هم فیلم رو دیدید خواهشاً نظرتون رو بنویسید. اگه هم ندیدین و میخواین برید ببینید، ویدیو رو لایک کنید و یه قلب بنفش واسم تو کامنت ها بذارید. فیلم شماره 4 امتحان محصول سال 2009. 8 تا کاندید برای استخدام شدن توی شرکت بزرگ و مرموز باید آخرین امتحان رو هم با موفقیت بگذرونن. اونا دونه دونه وارد محل امتحان میشن. میزها منظم کنار هم قرار گرفته و برگه امتحانی هر کدوم هم روی میز مخصوص به خودش که با شماره مشخص شده گذاشته شده. یه نگهبان مسلح جلوی در اتاق مستقر میشه و یه مرد مرموز هم شروع به گفتن قانون‌های این امتحان میکنه. حالا زمان امتحان این 8 تا کاندید شروع شده. اونا برگه‌هاشون رو برمیگردونن ولی هیچی روی برگه امتحانی اونا نوشته نشده. با این قضیه حال و هوای فیلم جذاب‌تر از قبل جلو میره. هر کدوم از کاندیدا تلاش دارن راز و رمز این امتحان رو کشف کنن، در حالی که قانون‌هایی هم توسط مرد مرموز وضع شده. مثلا برگه هر کاندیدی به هر دلیلی خراب بشه، اون کاندید توسط نگهبان مسلح از جلسه خارج میشه. فیلم 141 دقیقه جنایی، ترسناک و معمایی امتحان سال 2009 منتشر شد و تا حالا با 122,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6 و 8 از 10 رو ثبت کنه. اگه این فیلم رو دیدید لطفا شما هم نظرتون رو تو قسمت کامنت ها در موردش بنویسید. اگه هم دوست دارید چند تا فیلم مشابه امتحان تو قسمت های بعدی معرفی کنم، یه قلب آبی واسم تو کامنت ها بذارید. فیلم شماره 3 بهشت محصول سال 2023. فیلم جدید بهشت دورانی رو نشون میده که آدم‌ها میتونن عمر خودشون رو به ازای گرفتن پول بفروشن. یه شرکت بزرگ و پولساز این روش رو میون مردم باب کرده و حالا آدم‌های فقیر و جوان که امیدی به آینده ندارن با گرفتن کلی پول عمر و جوانیشون رو با آدم‌های پولداری که سن بالایی دارن میفروشن. اینطوری خودشون توی یه روز چند سال پیر میشن و خریدارها توی یه روز جوان میشن.
داستان اصلی با مردی به اسم مکس جلو میره. اون برای همین شرکت به عنوان یه بازاریاب فعال و حرفه‌ای کار میکنه. وظیفه اون اینه که به محله‌های فقیرنشین بره تا جوونا رو راضی کنه عمرشون رو به شرکت بفروشن و پول بگیرن، تا اینکه بعد از آتیش گرفتن آپارتمانشون و به هم ریختن اوضاعشون همسرش النا هم مجبور میشه 40 سال از عمرش رو به شرکت بده. اما مکس نمیتونه این مسئله رو تحمل کنه و تصمیم میگیره واسه پس گرفتن عمر همسرش که حالا تبدیل به یه زن مسن شده تلاش کنه. فیلم 157 دقیقه اکشن علمی تخیلی و مهیج بهشت سال 2023 منتشر شد و تا حالا با حدود 15,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.3 از 10 رو ثبت کنه. نظر شما در مورد این فیلم چی بود؟ توی کانال کلی فیلم شبیه به این میتونید پیدا کنید که لینک چند تاشون رو انتهای همین ویدیو بالای صفحه و تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم تا ببینید. فیلم شماره 2 مبارزه با خانواده. ماجرای این فیلم با دختری به اسم سریا نایت جلو میره. اون و برادرش از بچگی به ورزش کشتی کج علاقه داشتن و همراه پدر و مادرشون اجراهای کوچیکی رو برگزار میکردن تا اینکه از طرف WWE باشون تماس میگیرن و بچه‌ها رو برای تست دعوت میکنن. حالا سریا همراه برادر بزرگترش زک واسه رسیدن به رویاهاشون باید خودشون رو به هاج، کسی که اونا رو انتخاب میکنه، ثابت کنن. اما ماجرا طبق پیش بینیشون جلو نمیره. تمام ورزشکارای اون روز رد میشن و فقط سریا بین اونا به مراحل بالاتر فرستاده میشه. حالا اون باید از محله کوچیک و خانواده خونگرمش دل بکنه و تنهایی به آمریکا بره تا برای رسیدن به اهدافش مبارزه کنه. از طرف دیگه زک هم که تو تمام امتحانات از طرف هاج رد شده دچار افسردگی میشه. فیلم 148 دقیقه مبارزه با خانواده سال 2019 تو ژانر فیلم‌های بیوگرافی، کمدی، درام و ورزشی با بازی دوین جانسون منتشر شد و تا حالا با 85,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.1 از 10 رو ثبت کنه. فیلم شماره 1 قلمرو ممنوعه محصول سال 2008. فیلم سینمایی قلمرو ممنوعه با جوانی به اسم جیسون جلو میره که عاشق هنرهای رزمیه. ماجرا جایی شروع میشه که جیسون وارد یه مغازه عتیقه فروشی میشه و به یه چوب جادویی و مرموز برمیخوره، ولی خیلی زود با برخورد پیرمرد صاحب مغازه روبرو میشه. چند روز بعد به اجبار چند تا از جوانای گردن کلفت محل دوباره پیش پیرمرد عتیقه فروش برمیگرده، اما بعد از درگیری پیرمرد تیر میخوره و چوب جادویی رو به جیسون میده. حالا جیسون توسط همین چوب اسرارآمیز قراره به دوران باستان بره و با مبارزهایی مثل جکی جان و جسلی همراه بشه. فیلم 144 دقیقه قلمرو ممنوعه سال 2008 تو ژانر فیلم‌های اکشن، فانتزی و ماجراجویی با بازی جکی جان و جسلی منتشر شد و تا حالا با 108,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.5 از 10 رو ثبت کنه. تا حالا چند تا ویدیو از بهترین فیلم‌های جکی جان و جسی تو کانال قرار گرفته و لینکشون رو هم بالای صفحه و تو قسمت توضیحات میتونید ببینید. شما هم زحمت بکشید چند تا فیلم خوب تو قسمت کامنت ها به ما معرفی کنید تا ما هم ببینیم.